با درود بر شما دوستان گرامی. ببینید من الان 61 سالمه و هرگز دارو مصرف نکردم تا الان، هرگز. من در واقع تصمیم گرفتم که دیگه اصلا دکترم نرم. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که ما مریض میشیم دو گزینه داریم. یک گزینه اینه که بریم دکتر و دارو دریافت بکنیم که این داروها باعث نشتی روده، التهاب مزمن و اختلالات خود ایمنی میشند که در این رابطه ما به اندازه کافی مطالعات علمی داریم و من اونها رو اینجا ارائه دادم. و این داروها فقط علائم بیماری رو موقتاً پنهان میکنند. حالا گزینه دوم اینه که ما علت اساسی بیماری رو در تغذیه و سبک زندگی خودمون پیدا و برطرف بکنیم که بدین ترتیب بیماری رو قطعاً و دائما درمان بکنیم. از این رو من تا به حال دارو مصرف نکردم. ولی این بدین معنا نیستش که من مریض نشدم. من در سال 2016 پیش دیابت بودم، کبد چرب داشتم، اضافه وزن داشتم و رفلاکس اسید داشتم. همه رو با تغذیه و سبک زندگی سالم درمان کردم بدون اینکه حتی یک قرص خورده باشم تا امروز. سپاس.